السلام علیکم دوستای عزیز. ما امروز بریانی چرک دادم، خواستم اما را قدر شما طرز پخته کردنش را شریک کنم. بخش بریانی مو پیاز، بانجان رومی، لیمو، برنج، گوشت و دیگه مو مساله هایی که در استفاده میشه در کار داریم. پیاز را خوب در روغن میندازیم، خوب سرخ منیم، شورده دماریم تا مدت چند دقیقه را که خوب سرخ شنه. دیگه بانجان دنی رقم خوب بریک قیله منیم، همچنان لیمو را، پیاز را وقتی که خوب تیز سرخ شد امی رقم که در ویدیو میگرنین، بعد امی گوشت را بالاش اضافه نی و ایرم خوب سرخ منیم. ما در اینجا گوشت گوسفند استفاده کردم. شما میتونین هر گوشتی را که خوش داشته باشین میتونین در اینجا بخش بریانی خود استفاده کنین. گوشت گاو، گوشت بوز، گوشت گوسفند یا گوشت مرغ هم میتونین استفاده کنین. ما در اینجا گوشت گوسفند استفاده کردم. دیگه ایره خوب سرخ منیم مدت 15-20 دقیقه را. چون ما پیشین از کارم دادم مندش دادم، یک چای سبز همراه هل و زعفران نمیتر آماده کردم و نوشجان کردم. شما دوستا هم اگر میخواین خوب مندگیشم زود از بین بره، امی رقم یک چای سبز آماده کن بخورن، مندگیشم جای به جای از بین ما را خوب سر حال مونم، مثل از که هیچ سر کار نرفته شه. دیگه گوشت را خوب وقتی این رقم سرخ شد رنگ گوشت تغییر مونه. بعد امی بانجانی که خوب بریک قیلک دادیم قد لیمو اما را اضافه نیم ده بالای گوشت باید خوب سرخ منیم تا آوشنه. این رقم که میگنید ما اینجا آو اضافه نکدم، امی خودی بانجان امی رقم آوشته و آو برکده. اینجا برارم تازه از کارم داد، یعنی دختر گلشه میرال جان که نبات خانه ازمایه امی مندگی آتیخ را پدر جان خورا دور مونم. دیگه ده اینجا ما مساله ها رو که نیاز داشتیم ما اینجا اسمش نوشته کدم، امی عکس شرایشتم که میتونین شما امزی مساله استفاده کنین، خیلی خوشمزنه. چون برار ما اینجا امداد تازه از کارم داد، ما امی ویدیو میگرفتم و رو گفتم تو بیم مساله ها رو شور بدی. دیگه خلاصه امروز امی هر کس ده گیر میماد تبلیش کار میکردم. دیگه نمک هم ده قدر ضرورت بالای دیگه اضافه منین و خوب شور میدین. دیگه ما برنج وقتی انداختم اما قصد او انداختم که بالای برنج بگیره، خیلی زیاد نمیندازم چون امو برنج خیلی نرم نشنه باید. اینجا رنگ شیرین اضافه کردم که امو رنگ بریانی را خوب خوش رنگ کنه. اما رقم که میگنن مدت 15-20 دقیقه در دمش دادم دیگر را. سرشم قد یک رخت خیلی دبل باشد میتونین دیگ خوردم کنین. اینال میگنن که دیگ آماده خوردن شده. این رقم خوب باید دانه دانش نم، هم برنج قد کشیده هم خوب دانه دانش ده، هم خوش رنگم ده. شما دوستا حتما ایره در خانه خود امتحان کنه دمی طریقه که ما اینجا گفتم، خودگانشو میگنن که چقدر خوشمزه ده. دیگه این رقم خوب امیت دانه دانش ده. ما که نال سنزی ویدیو کتاب منم دانه پرو میشم. یه رتمن دوستا در خانه خود امتحان کن. کسایی که خیلی تندخور یا مرشخور نیه میتونم و مساله هایش که ما پیشتر نشان دادم در ویدیو اما را کمتر شوکن یا مرچ کمتر شوکن. دیگه خیلی خوشمزه میه. ما چون تندخوری کل فامیل ما هم مرچ هم مساله هایش را زیاد میندازیم. دیگه این رقم که میگنین خوب برنجم قد کشیدم، خوب دانه دانش ده، هم خوش رنگم ده. همزی خود تصویر معلومه که خیلی خوشمزم ده. البته جایشم خالی ما خوردیم خیلی خوشمزم ده. شما دوستایی را امتحان کن و همو تجربیات خود را قد از ما در کامنت شریک کن. حتما ویدیو را لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستای شریک کن، کامنت بدین. انشالله تا ویدیوهای بعدی که ما اپلود منم اولا نفر شما باشین که می ویدیوها را تماشا منین یا بخشش نوتیفیکیشن باید که ویدیو جدیدم ده میتونین از استفاده کنین. ما بیشتر کوشش نمو می ویدیوهایش پذیره بخشش ما دوستا تهیه کنم و بیلم شما میتونین استفاده خوب ازی ببرین. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.